با کتاب اونس بگیر آنکه زی هر اوراقش، نگهت آب خورد راست بگوید دایم. گر تو دانای چو خان یا که نداری پل پوچ، نکند فند رهی راست نماید دایم. از تو زینهار نرنجد اگرش ته کنی، گر بفایش بکنی باز نماید رهی راست. عبدالرازق زاده ساجیدما هستم، غالب دور نهایی آزمون و خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 ناحیه واسع و خوشبختانه در دور نهایی آزمون سزاوار جای یکم گردیدم. پیش از همه میnnتداری صمیمانه خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت ختلان محترم دولتعلی سعید میرسانم که ما نورسان و جوانان را چنین دستگیری ها می نمایند. کتاب نه تنها معرفت بخش و غذا بخش معنوی ماست، کتاب این شفا بخش روحی ماست و هر کسی خواهد در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک نماید پیش از همه بفهمد ادبیات صحنه آموزنده حیات است و هر چیزی که در آن نوشته می شود خواه شده است و یا خواه امکانیت دارد که بشود. مثلا ما نامیناسیون ادبیات جهان را مثال میاریم، هر کسی در این نامیناسیون اشتراک میکند میفهمد که فلسفه بزرگترینی که در اروپا هست این شپنگاور است و استعدادی و فلسفه بزرگترینی که در اروپا درامای از همه داستان نویسی که دارد این گیوته است. اما فلسفه شپنگاور و استعداد گیوته نسبت به فلسفه بزرگی غنایی شاعران تاجیک از جمله خیام و حافظ ناچیز است، چنان خود گیوته میگوید ناکفایت است. از این رو یک فایده آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است برای ما در آن است که ما قضاوتگر میشویم، ادبیات جهان را نسبت به ادبیات تاجیک مقایسه می نماییم. برای همین هر کسی خواهد آینده درخشان داشته باشد کتاب را بخواند، زبانش را بفهمید، به دنیایش وارد شود و آینده خود را با دنیای کتاب، معنویات کتاب و عالم فانتاستیکی و رئالیستی و بنیاد سازد. حسیاتی که هنگام غالبیت به انسان میسر می شود به زبان آوردن خیلی دشوار است. محمد حجازی می فرماید که موفقیت هر یک شخص سه چیز است: استاد، استعداد و باوری به خود. اگر که باوری به خود نباشد نه استاد به کار می آید نه استعداد. و من سال ششم است که در آزمون مذکور اشتراک می ورزم. از تجربه هایی که سالهای گذشته داشتم به خود باوری داشتم که این سال غالبیت را به دست می آورم و خوشبختانه به من میسر شد. میnnتداری خود را به والدینم، پدر و مادر، آموزگارم تقای وسطبرگ و آموزگاران مؤسسه میرسانم که در این جاده مرا دستگیری ها نمودند.